بسته برام اومده، خواستم که با هم دیگه ببینیمش. یکیش که برگشتی مشتری، دو تاش برگشتی مشتری بود، هنگول. یکیش که خمیر بود. یکی از بسته ها کارایی بوده که نیروی جدیدمون برام فرستاده و متاسفانه 80% کارهایی که فرستاده بود اون چیزی نبود که من میخواستم و براش برگشت برم متاسفانه. یکی از هدفهای جدیدم توی سال جدید اینه که بتونم چند تا نیروی خوب داشته باشم برای ساخت کارها، چون من برای ساخت کارها خیلی دست تنها و توی چند ماه اخیر خیلی فشار کاری واقعا رو بوده و واقعا نیازه که چند تا نیروی جدید داشته باشم که بتونن کمک کننده باشن برام و پیدا کردن این چند تا نیرویی که کارشون تمیز باشه، سر موقع تحویل بدن و پرتلاش باشن و دوست داشته باشن کار کنن، واقعا پیدا کردنش کار سختیه برای کار من. این هم یکی از همون نیروهایی بوده که کار فرستاده ولی خب خیلی مورد تایید من نبود. یکی از خریدایی که هفته پیش داشتم این چیه؟ محافظ کابل شارژره. تربیت اینا رو گرفتم. اول اینکه ازش خوشم اومد و میتونم چیزایی که دوست دارم بنویسم بزنم به پک بردم و همچنین اگر کسی خواست یادداشتی داخل بستش بذاره میتونم از این کاغذهای گوگلی استفاده کنم. یه دونه فیلمی که دیروز گرفته بودم و الان ادیت کردم و داخل پیجم پستش کردم. الان میخوایم اینها رو بریم خونه مامانم، برگردم و بعد ساخت سفارش رو شروع کنم که امروز خیلی کار داریم. فردا ارسال دارم و باید کلی از سفارش رو امروز آماده کنم. این لیست سفارش‌هایی که امروز باید بسازم و فردا ارسالشونه. البته کلیاتشون رو من دیروز ساختم و امروز باید جزئیاتشون رو انجام بدم. چون که من باشم میاد همونجا میگیره میخوابه. یه نفر برای اکیپ دوستاش 8 تا قورباغه ثبت سفارش کرده که الان میخوام بسازمش از این قورباغه هامون. اما گفته که میخوام دستشون پی پی باشه. چرا آخه؟ چه دشمنی با دوستات داری؟ این با هم پی پی بسازیم. یه تیکه خمیر قهوه‌ای اینو درازش میکنیم با انگشتمون و بعد میپیچیمش از کوچیک به پهن به این صورت. تا حالا پی پی تو زندگیم نساخته بودم که اینم ساختم. اینم نتیجه قورباغه هایی که الان ساختم. ساعت 11:30 شبه و قهوه دوم روز. امشب خیلی پرکاریم و باید این سفارش ها رو جمع کنم. امروز هم این فیلم گرفتن من باعث شد که کارم یکم کنتر پیش بره، ولی خب امشب هر جوری که هست باید جمعش کنیم. برعکس خیلی از آدما که روزا خیلی بهتر میتونن کار کنن و سرعتشون بیشتره، من شبا خیلی آرامشم بیشتره و با سرعت بیشتری میتونم به کارم برسم و کلا شب خیلی برام آرومتر از روزه، خاطر اینکه روز باید پیگیری سفارش ها رو انجام بدی و خیلی کارهای دیگه هست که باید انجام داد، ولی شب خب فقط خودم و کارم و کمترم دیگه سراغ گوشی میرم و از لحاظ ذهنی خیلی آرومترم. برای همین شبا رو واقعا دوست دارم. از شب بیدار موندن اذیت نمیشم و ترجیح میدم که توی شب کار کنم تا روز.
ساعت بودن 4 صبح. دیگه از خستگی نمیتونیم بیشتر از این ادامه بدیم و مرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. خیلی خوشحالم که میتونم براشون ویدیو بگیرم و دوستتون دارم. خداحافظ.